نام من مصطفی چراغی است. از روستای جرادل از توابع استان اردبیل آمدم اینجا برای ثبت نام کاندید بشم برای ریاست جمهوری. شغلم کشاورز است. کشاورز یعنی 7,500,000 نفر جمعیت در ایران هست. غذای تولیدات کشاورزی غذای معنویت انسان‌های جهان است. کشاورز یعنی تلاشگری بی‌نشان هست. باید از کشاورزان و از دامداران حمایت شود. چنانچه مولد اصل غذا زنان روستایی و اشاعره هستند. آنها جوهر دانش هستند، نه جوهر الوان. و کشاورزانی که در مزرعه مشغول کار هستند، مزرعه یک نوع هم جبهه جنگ است. ما گندم میکاریم، سیب زمینی میکاریم، سیب زمینی ها را نمیخرم. اصلا سیب زمینی را به بیرون انداختیم. ما کشاورز هستیم. اگر خدا بخواهد بله. بله میخواهم که به 4 ساختار انشالله الرحمن امنیت حاصل شود. 4 ساختار یعنی چی؟ 4 ساختار اقتصاد، اجتماع، فرهنگی و نظامی و اجتماع و نه 4 تا شد. اقتصاد، اجتماع، فرهنگی و نظامی. چنانچه مثلا یک موقع قانون پخش میکنن میگویند که 1,000,000 تومان باید بیاورند پایان ورقه خاتم خدمت بگیرند. اون سرمایه‌دارها بلافاصله میآیند همین برج خاتم خدمت را میگیرند. همین و بی چیزها بی ویزایت ها نمیتوانند همین برج خاتم خدمت ها را بگیرند. اونها آواره و سرگردان میشوند. کی به فکر رسید به رئیس جمهوری؟ من خودم فیشتی کردم، اینطور فیشتی کردم آمدم اینجا برای ثبت نام. گفتم شاید خدا کند اگر من به این سمت نائل بشوم، به این 4 ساختار شاید با خواست خدا بتوانم چیز بدهم، کمکشون مایم. از کجا فهمیدی اینجا ثبت نام میکنن؟ از رادیو شنیدم، از تلویزیون شنیدم چی ثبت نام میکنند. روستاتون تا تهران چقدر راست؟ روستای ما نمیدانم. روستای ما روستای جرادل است، از توابع استان اردبیل، محال فولادلو. کی را افتادی تا اینجا رسیدی؟ بله. کی را افتادی؟ تقریبا ساعت 6:30 بود بعد از ظهر دیروز. بعد از ظهر با ماشین سوار شدیم آمدم اینجا. خب اگه وقتی رئیس جمهور شدی میخوای چیکار کنی؟ اولین کاری که میخوای بکنی چیه؟ اول کارم این است که باید به کشاورزان و روستاییان چیز امکان داده شود. نه اینکه مثلا 1 کیلو سیب زمین 1 کیلو سیب را به 100 تومان بگیرم بعد 1,200 تومان مثلا بفروشند. باید اینطور قانون ها نقض بشود. چقدر سواد داری؟ تقریبا من 9 کلاس سواد دارم. بعد چند تا بچه داری؟ حدوداً 12 تا بچه دارم. 6 نفر دختر و 6 نفر پسر. بله؟ چرا حدوداً؟ حدوداً 12 نفر میشه. دقیقاً 12 نفر هستند. دقیقاً. من شما گفتی حدوداً. نه دقیقاً 12 نفر هستند. 12 نفر هستند. مؤنث و مذکر. مذکر. خب کاندیدای دیگر هم میشناسی؟ کاندیدای دیگه کدام کاندیدا؟ رقیبات تو انتخابات میشناسی کیا قراره با کیا رقابت کنی؟ من میشناسم. کیا هستن بگو. نه اونطور نه، من نمیشناسم. نه من اونطور نمیشناسم. شنیدم. کیا رو شنیدی؟ از رادیو شنیدم، از تلویزیون شنیدم. کیا رو شنیدی؟ چندشون رو هم ببر. من نمیتوانم بگم. چرا؟ نمیتوانم بگم. تبلیغات میشه براشون؟ نه. من چندین نفر را حدوداً من شنیدم 313 نفر کاندید شدند، ولی نمیدانم چی کدام ها هستند. معروف ترینشون هم نمیدونی کیان؟ خیر نمیشناسم. فقط من همون 1300 نفر را شنیدم. 12 نفر یا
10 نفر زن هستند. زن هستند. رئیس جمهورمون کیه؟ حالا بله الان میدونم رئیس جمهور ما سید محمد خاتمی است. خب اگه یه روز رئیس جمهور بشه آقای خاتمی رو تو کابینت راه میدی؟ بله راه میدم. چه پستی بهش میدی؟ آقای خاتمی را من وزیر کشاورزی. وزیر کشاورزی. ها اون چنانچه اون هم زحمت کشه است میداند که کشاورزان چقدر زحمت میکشن. خب به آقای کروبی چه پستی میدی؟ آقای کروبی را وزیر آموزش پرورش. آقای لاریجانی چی؟ خدا میداند. دیگه حرف زیاد دیگه نمیتوانم بزنم. نمیتوانم. حالا یه سوال ازت بکنم. اگه بله. رئیس جمهور بشی تایید صلاحیت بشی ببینی چند تا رای بیاری اگه کاندید بشی؟ ببین چند نفر به رای بدن؟ من گمنام هستم نمیدانم رای چند تا رای بدهند یا میدونی چند تا رای میاری؟ شاید روستاییان رای بدهند. چقدر روستایی فکر می‌کنی به رای بدن؟ عرض کردم 7,500,000 نفر روستا در ایران هست. شاید اونها هم رای بدهند و هم اونها هم رای بدهند که اونها هم بی‌وضاحت هستند در شهرستان و یا در روستاها بی‌وضاحت هستند. اگر یه روزی قرار شه رئیس جمهور بشی بله. بری کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا پشت یه میز بشینی مذاکره کنی چی بهش میگی؟ نابود باد آمریکا. نابود داد آمریکا. نه اصلا با آمریکا اصلا روابط را قطع خواهم کرد. اولا که من الان رسما کاندیدایم. یه دقیقه صبر. اونو بذار جیبت، اونو بذار جیبت. فرق. چون من حقوقی هستم. الان من کاندیدای کی؟